تیکه خر با هم دوست باشیم. من با عنکبوت گوشه سقف اتاقم رفیق میشم ولی با تو دوست نمیشم. من با مگس بالای سطل آشغالم دوست میشم ولی با تو نمیشم. ندا یاسی ترکوند. با مگس بالای سطل آشغال رفیق میشم ولی با تو نه. آیا باور میکنید ندا یاسی با یک جمله کوتاه کل این اینستاگرام رو منفجر کرد؟ گفته با مگس بالای سطل آشغال دوست میشم ولی با تو نمیشم. حالا همه دارن درباره استوری جنجالی صحبت میکنن. سلام رفقای گل دیلی اینفو. خوش اومدید به یک گزارش داغ و پرحاشیه. امروز میخوایم یه سوژه جنجالی از دنیای اینستاگرام و اینفلوئنسرها بررسی کنیم و ببینیم ندا یاسی با یه جمله کوتاه چرا کل فضای مجازی رو منفجر کرده. زیاد پرحرفی نمی کنم. میریم سراغ ویدیوی اصلی و ببینیم دقیقاً چی گفته. چه مبحث قشنگی، چه دختر قشنگی، با اینکه ژولیده پولیدم. ببینید، اگه شما به عنوان دوست با اکستون همچنان ارتباط دارین و وارد یه رابطه جدید شدین، این به معنای روشن فکری و امروزی بودن نیست. این به معنای عدم داشتن حد و مرزه، به معنای عدم احترام به پارتنر فعلیه، به معنای ایجاد ناامنی در پارتنر فعلیه، به معنای گیر کردن در گذشته است، عدم توانایی در بستن پرونده های گذشته. چه معنی میده باهاش دوست بمونی؟ قحطیه؟ 8 میلیارد انسان رو این کره خاکی زندگی میکنن. با کسی که قبلا سکس داشتی هنوز میخوای رابطه داشته باش. قحطی دوستیه. بیا با من دوست شو. خارجی‌ها با این همه خارجی بودنشون و بیبند و باریشون و نامسلمونیشون همچی روشن فکری ندارن، اصلا قبول نمی کنن. اتفاقا توی روابط جنسی، توی روابط کاری، توی روابط دوستی، توی روابط خانوادگی حد و مرز دارن. شما روشن فکری رو اصلا اشتباهی گرفتین با نداشتن حد و مرز تو هوا بودن. بین خودمون باشه، با کسی که شما خوابیدین، روابط جنسی داشتین، احساسات و عواطف رد و بدل کردین، قراره طوری رفتار کنی که هیچ اتفاق نیفتاده؟ چطوری؟ این افتخار نیستا. دنیا داره به کجا میره؟ افتخار نیست. کسی که باهاش هم بستر بودی، یه مدتی بهش میگفتی دوست دارم، باش آینده رو برنامه ریزی میکردی، الان در کنار یه خانم دیگه یا یه آقای دیگه اونم باشه و کاملا نسبت به این بی‌حس باشی یا تظاهر به قحطیه. برو دوست جدید پیدا کن. اینو میگم و مبحثشو تموم میکنم. برای شخص بنده غیر قابل قبوله با اکست هنوز ارتباط داشته باشی، بخوای با من ارتباط بگیری. غیر قابل قبوله. لوله در این حد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا هیچ ضرورتی نداره. هیچ قحطی آدم نیست. نیازی هم به دوست جدید نداری. Thank you. همون دوستای قبلیت خوبه. اینم خوب شد. پسری که بگه تمام دوستان یا بهترین دوستم یا صمیمیترین دوستم دختره، این قطعا کنسله. این پسری که رفیق بامرامش دختر باشه و پسر نباشه از ریشه مشکل داره. از ریشه مشکل داره. ببین کی بهت گفتم. anyways خلاصه قحطی نیست، حیاتی نیست، ضروری نیست که با اکست دوست بمونی. قحطی نیست خداییش. بدون اونم اکسیژن کم نمیاری. دوست میخوای؟ بفرما یه دوست جدید برو برای خود پیدا کن. نمیتونی؟ رو این مشکل کار کن. ولی با کسی که قبلا سکس داشتی و با کسی که الان سکس داری با هم دیگه نیارشون. من نمیدونم این جدیده چطوری میخواد قبلی رو قبول کنه. حد و مرز داشته باشین برای روابطتون. به خاطر اینکه برای اینکه یک
رابطه سالم و دراز مدت باقی بمونه نیاز به حد و مرز داره. یا با هم دوست بمونیم. غلط کردی! این حرفیه هم که دوست پسر حرومی میزن، میگه ما با هم دشمنیم. آره دشمنیم، دشمن خونی، و من تا عمر دارم تو یک کونی رو نمیبخشم. فکر نکن که با احساسات و بدن و عمر و جوانی یک دختر بازی میکنی. توی حرومی و امثال توی حرومی بعدم با گفتن بیا دوست بمونیم، میگی ما دشمن همیم و به درد هم نمیخوریم و اینا، بخوای تمومش کنی. میخوام مؤدب بمونم، ولی بعضیا به قدری حرام زادن که اصلا نمیشه مؤدب بمونیم. قبول نکنید حد و مرز داشته باشید، باید و نباید داشته باشید، خط و خطوط داشته باشید. نه بگید، بلد باشین یاد بگیرید، نه بگید بیا با هم دوست بمونیم. غلط کردی، میگه قحطیه مرتیکه خر. بیا با هم دوست باشیم. من با عنکبوت گوشه سقف اتاقم رفیق میشم ولی با تو دوست نمیشم. من با مگس بالای سطل آشغالم دوست میشم ولی با تو نمیشم. من رابطم با سیملخت برق امنیتش بیشتره تا با آشغالی مثل تو هوس باز خر. ما با هم دشمنیم. مگه دستم بود دودور تو از دسته میکندم به خوردت میدادم. خام خام نمی پختمش. من زحمت پختن یک کیر خرم. خیلی بیادب شدم برم. ندا یاسی با همون استودیو کوتاهش دوباره همه رو شوکه کرد و بحث های داغی توی کامنت ها و دایرکت ها راه افتاد. بعضی هم میگن شوخی بوده، بعضی هم معتقدن یه اشاره تون به دوست پسر سابقشه و پشتش داستان های جنجالی بیشتریه. همین موجه حاشیه باعث شد این ویدیو حسابی سر و صدا کنه و دوباره همه نگاه ها سمت ندا بچرخه. خب دوستان، اینم از گزارش امروز. یادتون نره که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن همیشه از ما حمایت کنید تا بتونیم هر روز گزارش های داغ و تازه براتون بسازیم. مرسی که با دیلی اینفو همراه هستید. خدا حافظ.